همه چیز در تایتان، قمر زحل، زادگاه ثانوس و محل زندگی اترنال ها شروع شد. اولین باری که ثانوس تو آغوش مادرش قرار گرفت میتونست حس مرگ رو از وجود بچهش احساس کنه. غریزه حکم میکرد که بکشتش، اما متاسفانه بهش آرام بخش زدن بردنش به تیمارستان. ثانوس تو آزمایشگاه وظیفه کالبدشکافی مارمولک ها رو به عهده داشت، ولی از زیرش در میره و بیرون از اونجا با دختری آشنا میشه که در مورد غاری برای تنها بودن بهش میگه. ثانوس با همراه 3 دیگه از دوستاش راهی غار میشن، اما متاسفانه بر اثر ریزش صخره‌ها توی دام میافتن. بعد از 3 روز حفاری به چشم خودش دید که چجوری مارمولک و دوستاشو زنده خوردن. دختر ثانوسو تشویق میکنه که انتقام بگیره و همه مارمولک ها رو بکشه. از این نقطه به بعد دیگه هیچ راه بازگشتی وجود نداشت. اون شروع به سلاخی موجوداتی بزرگتر از مارمولک ها تا میمونا و نهایتاً اترنال ها کرد و معتقد بود که این کار رو در راه علم انجام میده. تا جایی پیش رفت که برای دونستن تفاوت خودش با دیگران حتی مادر خودش رو هم سلاخی کرد. اما در واقع اون این کار رو برای دختری که دوستش داشت انجام میداد. مرگ.